یه نکته بعدی که میمونه، یعنی آیتم بعدی که تاثیرگذاره، سابقه کار و فعالیت مرتبطه. چرا این دوتا رو دارم همدیگه جدا میکنم؟ توضیح دارم براش. سابقه کار، مثلا منی که چه میدونم 6 ماه دارم کار میکنم با یه آدمی که 10 سال توی این کار تجربه داره و به قول معروف خاک این کارو خورده و خیلی هم اطلاعات بیشتری داره هم تجربه بیشتری داره، قابل مقایسه نیست. چرا؟ مثلا میگم من آیتم با آیتم دارم با دیتیل براتون توضیح میدم. مثلا یه عکاسی که کار تبلیغاتی، مثلا عکاسی لباس داره انجام میده، شما وقتی پروژه رو میبرید به اون آدم میدین، وقتی مبتدی باشه واقعا ارتباط برقرار کردنش با جنس لباس، با مدل، با نوع نورپردازی واقعا کار سختیه. ولی به یه آدم حرفه‌ای میدی، جنس لباس رو میشناسه، برای رنگ میدونه باید چیکار کنه، نورپردازیش چجوری باشه، چه میدونم پوز و جستی که به مدل میده رو کاملا میشناسه و خیلی با سرعت بالاتر و با کیفیت بالاتر این کار رو انجام میده. خب ببین، وقتی که بحث سابقه کار میاد وسط، شما وقتی که سراغ یه کاری میرید، مثلا لباس، سراغ یه مزونی رو میرید برای عکاسی، همون اول معلوم میشه که تو بلدی یا نه. چون شروع به کار که میکنی، تو وقتی که وارد میشی میخوای کار انجام بدی، توی ذهنت انقدر این کار انجام دادی که میدونی الان باید چیکار بکنی، مدل باید کجا واسه، نور چجوری باشه، از کدوم سمت نور بهش بدی. و برای هر مدل لباس، حالا فقط الان دارم لباس رو مثال میزنم، مدل لباس چه مدلی عکس بگیری که مثلا سایه نیافته، لباس باید اتو داشته باشه، ادیتش باید چجوری باشه، خیلی بهتر میتونی کار رو انجام بدی و خروجی بهتری بهشون بدی. اما خب هممون که رزومه نداریم، خب یه جاهایی ما باید بدون رزومه، هممون بدون رزومه بودیم شروع کردیم. بازم برمیگردم روی قبلی، واسه این که مثلا بدونی چی کار بکنی، الان خیلی هستن روی یوتیوب ولاگاشو میذارن که ما چجوری رفتیم این عکاسی رو انجام دادیم، چی کار کردیم. اونم میتونه یه بکاپ ذهنی به شما بده که وقتی میرید سر عکاسی چی کار باید بکنید الان. آره دقیقاً. مثلا ما کاری که توی عکاسی تبلیغاتی هم میکنیم یا توی عکاسی معماری، مثلا به من بگن که آقا عکاسی که میخوام یه پروژه عکاسی محصول داریم، خب من یه دیتیلی در مورد اون محصول ازشون میگیرم که مثلا چون یه شیشه است و توی ذهنم هم چیدمان نورپردازی دارم و هم ایده واسه چیدمان و همه این کارا رو تو ذهنم انجام دادم. درسته ما از روز اول اینجوری نبودیم، ولی به قول علیرضا این مثلا دیدید نمیدونم افتر و بیفور یا روند چیدمان عکاسی، اینا رو دیدن و تجربه کردن خیلی تاثیر میذاره. یه بندی که آخرش میخوام اضافه کنم، گفتم فعالیت مرتبط. خب جریان این فعالیت مرتبط چی هست؟ دوستانی هستن که مثلا چه میدونم مثل من 5 سال مثلا عکاسی در و دیوار داره انجام میده. حالا اینکه عکاسی دارم در و دیوار میگم، من خودمو دارم میگم و اصلا توهین به کسی نباشه، یعنی که همه جایی دارم عکاسی میکنم خب، ولی یه فیلد کاری مشخص ندارم. مثلا من عکاسی طبیعت دارم انجام میدم، عکاسی پورتره دارم انجام میدم، ولی هر پروژه‌ای بهم بخوره سوار میکنم دیگه. طرف بوق بزنه من سوار میکنم. ببین اصلا اینجوری نیست آقا. شما فیلد کاری طبیعته، واقعا نمیتونی عکاسی پورتره توی استودیو پروژه بگیری. یا اگر چه میدونم عکاسی یه فیلد کاری مختلف، مثلا چه میدونم دارید چی الان مثال بزنم غیر مرتبط، مثلا تو عکاسی تبلیغاتی داری انجام میدی، واقعا توی عکاسی طبیعت یا عکاسی فضای باز قطعا یه چیزایی رو نمیتونی رعایت کنی. یعنی همه این فیلدها، یعنی من کار فاین آرت واقعا نمیتونم انجام بدم، من خیلی کم انجام دادم. اینا فعالیت مرتبطی که دارم میگم مثلا ربطی به سابقه کارم نداره. ممکنه یه نفر 10 سال سابقه کار عکاسی طبیعت داشته باشه چون اسمش اینه که 10 سال عکاس، اما وقتی بیاد توی استودیو ممکنه با تریگر دوربین من نتونه کار کنه، چون اصلا توی عکاسی طبیعت نیازی به تریگر نداره، نیازی به ست کردن نورا نداره.
این فعالیت مرتبط هم یه نکته خیلی مهمه، به اینم توجه کن. خیلی داریم میبینیم دقیقاً دور مثلا کسایی هستن که خب فقط به اینکه دوربین داری دلیل نمیشه که تو هر عکاسی رو بتونی انجام بدی. خروجیت مشکل پیدا میکنه و خودت خراب میشی، خودت ناامید میشی. یعنی با یه سابقه خب تو ممکنه توی عکاسی طبیعت خیلی حرفه‌ای باشی، اسمی داشته باشی، قشنگ کاراتو انجام بدی، اما با همون بکاپ چیزی میری توی استودیو از یه چیز خیلی ساده عکس میگیری و در نمیاد و کلا اون چیزی که تو ذهنت داشتی همش میریزه. تقریبا. یه نکته دیگه، یعنی آیتم بعدی، تا الان در مورد چند تا آیتم صحبت کردیم، آیتم بعدی میشه فضای کاری که اون عکاس و فیلمبردار داره توش کار میکنه. یه موقعی مثلا عین من چند سال پیش همه کارامو تو خونه انجام میدادم، یعنی هر پروژه‌ای هم که میگرفتم، کیت نورم یه جاهایش داشتم یه جاهایش نداشتم، از یه جایی به بعد خریدم اینو. اتاقم و زندگیمو همه رو به هم میریختم، یه چیدمان انجام میدادم، عکاسی میکردم و دوباره جمعش میکردم. حالا اینو برای چی دارم میگم؟ قطعا این که من توی خونه، یعنی توی هر فضای رایگانی، نمیدونم محل کارم، هر جایی توی یه فضای رایگان دارم کار انجام میدم و یا توی یه استودیو، نمیدونم توی یه لوکیشن، یه عمارت، نمیدونم هر کدوم از اینا که به قیمت تمام شده کار من داره اضافه میکنه، با هم دیگه متفاوته دیگه. ببین مثلا الان خیلی از بچه‌ها می‌بینیم که مثلا هم به قول خودت مثل خودت توی اتاقشون دارن کار انجام میدن. خیلی‌ها رو من دیدم که مثلا میرن رو پشت بوم خونه‌شون یه فضایی رو درست کردن، اونجا دارن عکاسی‌ها رو انجام میدن. تفاوت هست. خب مثلا تجهیزاتی که من توی استودیو دارم، فضایی که اینجا دارم، مثلا فون هستش، نور هستش، خیلی تفاوت هست، اما از اون چیزی که دارم به نحو احسن استفاده میکنم. حتما لازم نیست بگید که من استودیو ندارم، نمیتونم این کار انجام بدم، من عمارت نمیرم، نمیتونم این کار انجام بدم. خیلی هم این کار وسایل ندارن اما دارن به نحو احسن کار رو انجام میدن. باید از اون چیزایی که دارید به بهترین شکل استفاده بکنید. تأثیرش رو روی قیمت اینا خب میذاره، طبیعیه. خب من یه هزینه برای استودیو میدم، برای عمارت میدم، اینا هست، اما صرف این که ندارم قرار نیست ناامید بشم، بگم بابا من نمیتونم مثل این عکس بذارم. اصلا خودتون رو مقایسه نکنید. آره. یا آیتم دیگه ای که هست، من حالا یه ذره میخوام فانش کنم، یا آیتم دیگه ای که هست هزینه رفت آمد ما سر پروژه هست. به خدا ما اتو نمیزنیم تا سر پروژه، یعنی ما هم یا اسنپ میگیریم یا با ماشین شخصی داریم میریم. آقا بنزین، استهلاک ماشین، ترافیک، از این سر شهر بریم اون سر شهر، ما مجانی کسی نمیبرتمون بیارتمون. به هر حال اینا هم جزء هزینه‌ای که آیتم با آیتم باید دیده بشه توی کارا دیگه. مثلا سر یه سری پروژه ها ما هم اولش با کارفرما می‌کنیم که رفت و آمد ما با شماست. مثلا من یه جایی میبینم من واقعا سخته برم بیام، با ماشین هم رو جا پارکش من مشکل دارم، هم رفت آمد خیلی قرار اذیت هم کنه. رفت آمد میسپریم به خود کارفرما، میگم این با شماست، من اینو نمیتونم چیز کنم، چون اگه قرار باشه من خودم بخوام برم و بیام ممکنه دیر برسم، ممکنه خیلی مشکل پیش بیاد، چون من باید ترافیک رو در نظر بگیرم، یه عالمه تو اون فضا بگردم دنبال جا پارک و این همه مشکل اینا هست. آره. یه آیتم دیگه ای هم که هست این که شما با چه تیمی داری کار میکنی.